فکر نکن هر دختری که عکسشو میذاره تو پروفایلش آدم خرابیه. نه، اینم مثل خواهر مادر خودت، هیچ فرقی نمیکنه. این فاحشه نیستش. رادیو تلویزیون ما 40 سال آدما رو دور چادر و ملافه پیچونده نداشتن آدمو ببینن. آدما براشون جدیده. درسته که تو کشورهای دیگه دیده، توی فیلم‌ها، سریال‌ها، ماهواره افراد کشورهای دیگه، آدمای کشورهای دیگه رو لخت دیده حتی. اما براش خیلی جذابه که هموطن خودش رو که سالها پشت این چادر و ملافه و مانتو، روسری و شال پنهان بوده، الان عریان می‌بینه. براش تازگی داره، براش جذابیت داره. اینو بدونید. بذارید ما از این مسئله زودتر عبور کنیم. هر چقدر دیرتر به این آگاهی برسیم که بابا اگه کسی عکسشو گذاشته تو پروفایلش معنیش این نیستش که خرابه، زودتر از این موضوع عبور میکنیم. زودتر از این بن‌بست ها عبور میکنیم که بریم تو خیابون همدیگه رو بزنیم و بکشیم پاره کنیم به خاطر یه روسری، به خاطر یک حجاب. ما توی این مسئله بچه‌ها عقب افتادیم، گیر افتادیم، به هم ریختیم. باید با آگاهی بفهمیمش و باهاش برخورد درست داشته باشیم. واقعا یکی از مسائل بزرگی که الان توش گرفتار شدیم همین عبور از این مسئله، عبور از این که زنها سرکوب شدن، زنها ندیده گرفته شدن یا مردها مردسالاری داشتن. این عبور از این مسئله برای ما خیلی شده دردآور و رنج‌آور و پرتنش و پرهزینه. هر چقدر زودتر آگاه بشیم هزینه‌های کمتری خواهیم داشت. بنابراین راهش آگاهی و احترام متقابله. یاد بگیریم به همدیگه احترام متقابل داشته باشیم.